مولوی بسم الله ابو یحیی عامل نایب اول شهرداری مزار شریف در مورد چگونگی رفع مشکلات اجتماعی و زیست محیطی در گذرهای این نایب خبر داده می‌افزاید آنان در سال جاری به منظور سرسبزی و شگفت‌گویی محلات این نایب در هماهنگی با مردم و کلانتر گذرها در نظر دارند تا 3000 اصل نهال را کشت و بذر کند. تصمیم داریم که بیشتر از 3000 4000 نیال ما در مجموعی که است گذرهای خود که در حدود 15 گذر است در نایب اول که است ان شاء الله که غرس بکنیم. وی همچنان از مردم درخواست کرد تا در زمینه محافظت و نگهداری از نهالهای کشت شده توجه جدی کرده و برای پرورش و نگهداری این ارزش ملی مسئولان شاروالی مزار شریف را یاری رسانند. ارتباط مراقبت و محافظتی که از نیالا در ارتباطی که از غرس نیالا در کدام موقع‌های کدام مواضعی که نیال ضرورت داره که اونجا غرس و ما کاملا همیشه برای مردم رساندیم. ان شاء الله خود ما مستقیما هستیم حضوری و فیزیکی. گفتنی است امسال بر اساس هدایات سپرده شده از سوی مسئولان شاروالی مزار شریف بیش از 10,000 اصل نهال در تمامی بخش‌های گوناگون شهر مزار شریف کشت خواهد شد.